با این سه فرد هرگز دوستی نکن. اگر با این سه نوع آدم دوست باشی، نه تنها موفق نمیشوی، بلکه آرام آرام تو را نابود خواهد کرد. بدترین ضربه ها در زندگی از دشمن نیست، بلکه از کسانی هست که کنارت نشستن. اولین فردی که نباید با اون دوست شد آدم حسود هست. این فرد هیچ وقت موفقیت تو را نمیخواهد. لبخند میزند اما از درون میسوزد و آرام آرام تو را پایین میکشد. شماره دوم، آدم منفی باف. همیشه انرژی منفی میدهد. میگوید نمیشود، نمیتوانی، هر هدفی داری مسخره میکند. اگر فکری نباشد تو هم مثل این فرد میشوی. شماره سوم، آدم دوررو. در ظاهر دوست اما در باطن دشمن. پیشروی تعریفت میکنه اما پشت سرت تخریبت میکنه. این فرد خطرناکترین آدم هست. اگر اطرافت آدم های اشتباه باشد، آینده 100% نابود می شود. اگر می خواهی نجات پیدا کنی، از همین امروز اول آدم ها را بشناس، بعد رفاقت کن. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک کن، کامنت بگذار و حتما صفحه را دنبال کن.